میگم آقا به هر کسی که پر و بال میدی، به هر کسی این میرسی، براش وقت میذاری، سوارت میشه. سلام، برعکس یوتیوب سوال اقتصادی هستم. امروز یه ویدیو دارم براتون راجع به رابطه انسان‌ها، چیزی که خیلی زیاد دیدم و زیاد شنیده بودم ولی میگفتم نه اینطوری نیست و از این حرفا، ولی هر دفعه هرچی میریم جلوتر بدتر و بدتر دارم میبینم که این حقیقت وحشتناک درسته. این برای اون کسایی که رو رفیقشون خیلی حساب میکنن یا خیلی سعی میکنن آدم خوبی باشن برای یکی دیگه. حالا منظور اینو من تو دو صحنه زیاد دیدم. یکی این که دو تا دوست که با هم دوست میشن، یکیشون مثلا باهوشتره، یکیشون اسکله، یکیشون مثلا کله خرابه، یکیشون مثلا فکر میکنه، هی میاد بهم میگه این کار کن، اون کار کن، این کار کن. بعد کله خرابه مثلا حرفا اینو گوش میده، موفق میشه، اصلا دیگه اینو نمیشناسه. یا کله خرابه احساس میکنه که این فکر میکنه از این بهتره. خب یکی دیگه وقتی این اتفاق میفته که مثلا دیدم یه نفر از یه نفر نگهداری میکنه، زنگ میزنن به فلان کسک، میگن که آقا ما بچه‌مون رو، هر کسی که اون یه بچه‌ای که مثلا تو سنای مثلا بین 16 تا 20 رو داریم میفرستیم خونه تو، مثلا چون شهر تو بهتره، نه فلان، بسا پیش تو زندگی کنه ها، حتی مثلا تو کشورش عوض بشه. بعد تو به عنوان انسان میخوای سنگ تموم بذاری واسه اون شخصیت، میخوای هر چقدر کار خوب میتونی براش بکنی، بهش بگی این خوبه، این بده، داستانا اینطوریه، این کارو کن. به نظر من هر روز بشینی باش حرف بزنی و اینا و بخوای اینو کمک کنی، هر جا میری با خود ببریش، چیز قشنگو بهش نشون بدی فلان بسا. آقا من تو زندگیم شخصا با هر کسی تو این هر کدوم از این استایل کردم، یارو بعدن سوار آدم میشه. حالا چراشو من نمیفهمم. من فکر میکنم دلیلش اینه که آدما تشون همه یه چیزن، یه مزخرفی هستن. اینه که فقط میخوان بخوابن و بخورن و اون کیشم خودتون میدونین، و اگر این ستا برای هر انسانی فراهم کنه هیچ کار دیگه نمیخواد بکنه. من چون تو اون به اون هدف نهایی به نظرم از بچگی فهمیدم و رسیدم، به خاطر داستانی که تو پادکست‌های قبلی صحبت کردم، خود آدمایی که همیشه دور و بر من بودن و همه فقط دنبال آزادی وقت بودن و راحت بودن از این حرفا، من چیزی از همه یاد گرفتم این بود که خیلی خوب، پس این هپینسه. حالا ما به هپینس رسیدیم. تو بیزنس هم خوب بودم، شانسی ها، بچگی تو مغزم بیزنس بوده، بابام بیزنسمن بوده، دیدم بین آدمای بیزنسی تو بیزنس هم خوب بودم. ما هر کیو، بعدم میاد میگم من هر کیو تو زندگیم سعی کردم بهش بال و پر بدم، اولین کسیو که نمود من بودم. حالا چرا من نمیدونم، یعنی مثلا تو لولی که مثلا برادر دوست دخترم اومده، بعد خوابه، میدم مثلا $500 کش میذارم بغل تختش و میرم و حتی به من یه تکست نمیزنه که آقا مرسی واسه من پول گذاشتی. بعد حالا اتفاقی که میفته، من بعد از این صحنه که واقعا دارم تعریف میکنم، با خواهر یارو هم مثلا بعضی هفته قطع رابطه میکنم. یعنی هیچ وقت یارو هیچ حرفی نزد راجع به این پول به من، در صورتی که یه بچه 18 ساله بود اومد، من هر روز باهاش حرف زدم، چیز میز بهش یاد دادم، بردمش کلاس ورزش، نمیدونم این موقع بردم کارا رو بهش یاد دادم، عقل چرختی کار میکنه، بیزنس چرختی کار میکنه، بهش ایده دادم، هر چیز بهم اومد گفت، نشستم باهاش هم فکری کردم. یعنی انقدر به این آدم رسیدم کسی نمیتونی باور کنی. ولی مثلا بعضی وقت مثلا یارو چیز بود تو مثلا خب هستی دیگه، میدونی، مثلا نمیدونم دیدی یه رفیقت هست همیشه میاد پیشت، خسته میشی از دستش. چون میگم دیگه آدم‌ها یه چیز، یه لولی دارن دیگه. من مثلا نمیدونم اگه شنیده باشی یا نه، ولی میگن اگه آدمیه که خیلی دوست داری روی فضای مجازی، حالا قبلا تلویزیون بود، میگن 90% موقع‌ها از یارو بدت میاد. یعنی مثلا تمام برعکس کردن من نگاه میکنم، اگه من تو حقیقت ببینن برای 10 روز با من هنوز اوکی ان، ولی اگه بیان 6 ماه یه سال خونه من زندگی کنن با من، دیگه مثلا اون احترام رو به من نمیذارن. چون میگه آقا اینم که مثل ماه، صبح بلند میشه تخم مرغ میزنه، نمیدونم بعد مسواکشو میزنه، بعد نمیدونم میره فلان کار میکنه، ما همین کار میکنیم دیگه. برای چی مثلا اینو دوستش داشتیم یا مثلا فکر میکنیم آدم خفنیه یا فلان مثلا. من میفهمم تو دل یه آدمی اتفاقا بیفته، ولی نمیفهمم چرا خود آدم نباید اینو بفهمه که خیلی خب آقا در هر صورت، مثلا من با سپر که خیلی هنگات میکردیم، من همیشه خیلی زیاد به سپر احترام میذاشتم. بعد همیشه سپر میگفت چرا اینطوری میکنی؟ بعد میگفتم به خاطر اینکه تو آدمی هستی که معروفی و باید یه ریسپکتی واسط باشه به خاطر این معروفیتی که داری و این کاری که کردی. بعد همیشه میگم نه بابا ما دوستیم، حرفا چیه؟ بعد میگفتم نه، من باید همیشه اینو به خودم بگم که وقت حواسم پرت نشه تو رو مثلا همه آدمای دیگه رفتار کنم، چون تو مثل همه نیستی. خب یعنی من اینو خودم میخوام میگفتم، میگم این حرفایی بود که بین من و سپر خلسه بود. مثلا به نظر من آدم‌ها خودشون ریمایند کنن. حالا همه آدما که آدم معروف زندگیشون نمیگن که مثلا اینو تجربه کنن، ولی مثلا نمیدونم چجوری توضیح بدم. بهترش مثلا یکیش مثلا دایی خودم، ما همه رابطمون خیلی خوب بود، همه چون گل و بلبل بود تا دایم اومد سر داستانی با یه چند سال تو خونه من زندگی کرد. بعد دیگه دایی من برای من اون دایی نبود، چون تمام چیزایی که نمیدونم چجوری بگم، همه آدما خوب و بد دارن ها.
یکیو که وقتی از دور میبینته، چون خلاصه میبینته، معمولا خوبه تو میبینه چون میای بیرون میخوای چیز کنی، ولی وقتی با یکی میری زیر یه سقف یا رفاقتی میزنی که انگار زیر یه سقف این صبح و شب با همین، باعث میشه که اون همه طرف تو ببینه. بعد اگه یه اتفاقی بینتون بیفته که خیلی خوب نباشه، طرف یه خوبی‌ها رو همه رو فراموش میکنه، فقط بدی‌ها رو یادش میمونه. بعد این از طرف اینجوری هم نیست که مثلا اگه طرف بیاد خونه من زندگی کنه اون منو بد میبینه، منم اونو بد میبینم. یعنی مثلا اگه مثلا چه میدونم خواهر من از قزوین زنگ بزنه بگی آقا من بچه‌ام دارم میفرستم اونجا، بعد بیاد و اینجا بشیم از زندگی کنه چند وقت من بهش حالول بدم، بعد چند وقت میره بیرون من دیگه بدیاشو میبینم. اگه مثلا میگم اگه با هم یه کانفلیکت، روزی که با همه چی خوبه که همه چی خوبه، این اصلا مشکلی نداریم، ولی روزی که مشکل به وجود میاد سر حتی اینکه مثلا لیوانش رو کثیف گذاشته تو آشپزخونه، میدونی، نه که مثلا اتفاق خاصی بیفته، یه خود چیزی میفته که میره رو اعصابت، بعد میگی لیوانو گذاشته، درم مثلا قفل نکرده، ساعت 2 اومد منم از خواب بیدار کرد، یه ساعت مثلا تو حموم الکی آبو داره مصرف میکنه، داره چون مثلا داره مثلا بخوره هر چی داره موهاشو میزنه، مثلا میدونی شروع میکنی الکی گیر دادن، بعد خودت راضی میکنی که این آدم بدیه. بعد تو این سیچویشنا معمولا یه آدم الکی نیست، مثلا یه آدم مهمه، یا میگم فک و فامیله که مثلا یه بچه اومده دست تو، مثلا میگن تو ما مسئولیتشو داریم دست تو، که واقعا کار احمقانه هیچ پدرمادری نباید این کارو بکنه با بچه‌اش. دومین چیز رفیقته. من یه رفیق داشتم خیلی اینو دوست داشتم، یعنی واقعا زیاد دوستش داشتم و همیشه با هم بودیم و میگفتیم و میخندیم و همه چی. این آدم ما با هم رابطمون سر چت و پرت، همین داستانی که دارم میگم که من سعی کنم اینو کمک کنم و همه جای زندگیش باش باشم، باعث شد که ما با هم مثلا یهو قهر کنیم. چندین سالم با هم حرف نزدیم، چندین سال، بالا 6 7 سال. بعد چند روز پیش یهو به من زنگ زد، یعنی یه تکست ملو زد و بعد گفت چطوری و فلان و بسار. من خیلی چیز بودم، من برام عجیب بود که به من زنگ زد، چون من 7 سال با این آدم رابطه ندارم. تو این 7 سال من اسم اینو توی سوشال میدیا 3 بار سرچ کردم. نمیگم 0 چون نمیخوام، چون یادم نمیاد واقعا، ولی میگم 3 بار سرچ کردم. ولی یکی از اون 3 بار، یعنی ولی آخرین باری که سرچ کردم فرض کن مثلا 4 سال پیش بوده. بعد با هفته پیش پنجشنبه سرچ میکنم، بعد پیداش نمیکنم. 4 سالم اصلا سرچ نکردم، برای همین نمیدونم مثلا هست نیست. بودم خب حتما مثلا بسته دیگه. اوکی. بعد همون رو بهم تکست زد، اصلا برا کورکم ریخت. باهاش حرف زدم و اینا. من خیلی از ته دل خوشحال بودم که مثلا این آدمی که مثلا انقدر دوست داشتم دوباره، چون نمیدونم چرا با هم حرف نمیزدیم، فقط همین میگم اتفاقی که افتاد اینو تو زندگی من. بعد من از این آدم تو بیزنس باهوشتر بودم و سعی کردم تو بیزنس به چیزی زیاد بدم، ولی حرفم رو گوش نمیداد و بیزنسش از بین رفت خود وضع زندگیش خود پاشید. بعد من نمیدونم دیگه، میگم من نمیفهمم، فقط اینو میگم آقا به هر کسی که پر و بال میدی، به هر کسی این میرسی، براش وقت میذاری، سوارت میشه. اگه باور نداری این حرف منو، اینجا ویدیو رو پاس کن، برو از مامانت، بابات، یه نفری که بزرگتر از تو بپرس، بگو من یه همچین جمله شنیدم، من نظرم آقا نبود، فقط تو نظرتو بپرسم. اگه یه نفر گفت نه این اشتباهه، بیا اینجا تو کامنت واسه من بنویس، بگو آقا سهیل زر مف نزن، من بابام گفت اینه، من اونجا زیرش می‌نویسم من فلان باباتو میبوسم. این خیلی عجیبه و هیچی سخت‌تر از این نیست که تو وقتتو بذاری واسه یه آدم، بهش زحمت بکشی، حرفاتو بزنی، سعی کنی بهش خوبی کنی، فلان کنی، بسار کنی، بعد یارو سر هیچی یا سر یه چیزی، حالا سر اینکه لیوان کثیف بوده، سر اینکه تلفن جواب ندادی، سر اینکه یارو می‌خواسته یا موو کنه نتونستی اون روز بری کمکش کنی، ماشین تو قرض بدی بهش، هر چی دلیلش کاری ندارم چی میتونه باشه، سر یه دلیلی ما هم بد میشین و یهو چندین سال رفاقت و احترام و ریسپکت تبدیل میشه به تنفر و اینا. و بعد اتفاقی که میفته، اون کسی که احساس میکنه رفته تو پاچش میخواد انتقامم بگیره، حالا سر یه باری که یه چیزی ناراحت شدین، حتی اگه میگم اون لیوان کثیف رو اشتباهی گذاشته باشه اونور، این میاد لیوان کثیف از این بعد میاد تو خونه اون یکی میذاره. مثلا میگم اون مثاله که فقط بتونیم به هم ربط بدیم، چون هر وقت من تو زندگیم این کارو واسه کسی کردم، باور نکردنیه بدون استثنا. من هر وقت به یکی گفتم آقا من آدمو دوست دارم، میخوام بهش سرویس بدم، حالا چه به عنوان یه بچه بوده تو زندگی من افتاده، به عنوان یه فامیل بوده تو زندگی من افتاده، به عنوان یه بزرگتر بوده تو زندگی من افتاده، به عنوان یه رفیقم بوده، هر وقت من به این انسان‌ها بالو پر دادم، واقعا انسان لغت درست نیست واسه این استفاده کردن. به خواستین ازم مؤدب باشم بفرمایید. سوار شدن بدون استثنا.
همیشه به ضرر خودشون بوده. یعنی اینم حواست باشه، یعنی 100% اینا به ضررشون بوده. یعنی یا من بهش گفتم مثلا آقا با یارو 5 سال دوستی کردیم، بعد گفتم که آقا زنت مثلا این کسی انتخاب کردیم خود زن بگیری، یه خورده بیشتر فکر کن راجبش. بعد سرمون با ما قهر کرده، بعد 4 سال بعد با 2 تا بچه از خانم طلاق گرفته، بعد خانومش با من تیک میزنه. میفهمی چی میگم؟ یعنی اینجا نیست که مثلا من دیگه نمیدونم رابطه چی شده و شاید پس مثلا حرف مزخرف زدم و اینا. نه، یعنی من میگم من اگر یه حرف بزنم یه چیزی رو قضاوت بکنم، واقعا 50 تا داستان دیدم و میگم آقا ببین من دارم میگم 90% داستان اینه، بازم نمیگم 100، ولی هر دفعه رفت تو پاچه خودم بوده. می‌خواستم واسه رابطه باشه، می‌خواسته واسه الان مثلا یه دفعه یکی از دوستامون نمیدونم چی شد، یکی خواستگاری کرد، یکی چی شد، بعد النا گفت بابا زنگ بزنیم بهش بگیم این اتفاق افتاده یا بگیم این دختر خوبی نیست تو حواست باشه. گفتم مگه دیوانه؟ گفت واچر. بعد یادم 10 سال کوچیک‌تر یادم افتاد 10 سال پیش منم این کارو میکردم، زنگ می‌زدم میگفتم آقا نکن این کارو اینا. بعد یارو با من بد میشد، بعد پشت سر من میرفت توی جمع میگفت به زن من گفته، بعد یه جمع با من بد میشدن، بعد 30 تا رفیق دست میدادی سر این موضوع. 8 سال بعد قزنفر جمعمون میدیدی از اون 30 تا میگفت سهیل یادت گفتی فلانی فلان، آره درست گفتی ها اگه به هفته گوش دادم. بعد از 9 سال قزنفر شما 2 اون گروه رو میبینی اونم همینو میگی، ولی چه فایده داره؟ 9 سال بعد میفهمم حرفتو درست بوده. 9 سال تجربه با رفیقات از دست دادی، 9 سال احساس کردی که چرا من چیکار کردم، من که فقط اومدم بهت گفتم بیس روی این تو میتونی بگی که من حرفتو شنیدم مرسی که رفیقم هستی. برگردیم به داستانمون. بعد از 9 سالم که تموم میشد همون زمین میگفتی که اخاک مثلا خودم گوش میدادم، من گفتم 9 سال میدونی نمیدونم چرا اینجوریه که وقتی تو به یه نفری میخوای کمک کنی تو بده داستان میشی. اینجا یه دونه مثال دارن، من هیچ وقت شاید تو همین پادکست نمیفهمیدم منظورشو. میگه هیچ کار خوبی بدون تنبیه نیست. و من چقدر نمیفهمم یعنی چی. تو همین پادکست چه جالب خودم همین الان فهمیدم. یعنی دقیقاً همینه. اگر میخوای کار خوبی بکنی واسه کسی انتظار داشته باش که تنبیه هم بشی. این یکی از قانونای مسخره دنیاست. حالا بشین بحث کن بگو سهیل دیوانه چرت میگه این پسر. برو خودت تجربه کن. بعد که یه روز واسه 10 دقیقه ناراحت شدی، واسه 3 روز ناراحت بودی، میفهمی که اگه حرف منو گوش داده بودی نه 10 دقیقه ناراحت بودی، نه رفیق تو از دست داده بودی، نه دایت باهات شاکی شده بود یا هر چی. خیلی این جالبه. خلاصه حواستون باشه هر چقدر کمتر کار انجام بدی، کمتر انتظار داشته باشین، کمتر چیزی بخواین از کسی، راحت ترین. آقا یارو اومده خونه، عمود فرستادتش، یعنی برادرت بچه‌شو فرستاده پیش عموش، عمو باید داره چه بگه؟ سلام پسرم خوبی؟ خوبم. خوب خوابیدی؟ بگه آره. بگه آفرین. بره 10 سال دیگه همین پسره رو ببینی میگی عمو چی؟ میگه عموی من یک آدم خفنیه نمیدونی، تو 18 سالگی هم منو برد تو خونش 1 سال از من نگهداری کرد و من اونجا بودم. حالا این عموی خوب و با شعور و مهربونیه. از در میرسه میگه خب عزیزم کدوم مدرسه میخوای بری؟ چی میخوای بخونی؟ چی کار میخوای بکنی؟ او بیا اینطوری بکنی، بیا این مدرسه رو بهت نشون بدم. کار میخوای بکنی؟ او نه این کارو نرو، این به درد نمیخوره، این کار خوبه. 7 سال دیگه هر چی موفقیت داره میگه من کردم، هر چی اشتباه داره میگه آره عمو داشتم میخواستم من این کارو کنم گفت این کارو کن، خواستم اون کارو کنم این کارو کن، خواستم نرم مدرسه گفت برو مدرسه، میخواستم برم مدرسه گفت نرم مدرسه. یعنی باور نکردنیه که چه جوری نمیتونی یه آدم دیگه رو کمک کنی وقتی که اگه اون آدم شعورش باشه حرفای تو رو بفهمه و ببینه تو داری سعی می‌کنی اینو کمک کنی در لول تیم ملی. و وقتی که یه همچین شخصی که تو اومدی بهش 1 سال 2 سال 3 سال 5 سال 10 سال بهش احترام گذاشتی و بهش چیز کردی، یهو برمیگرده تو صورت یه حرف بدی میزنه، یه کاری میکنه، تلفن تو جواب نمیده، حالا هر کسی بود چیزی عصبی میشه. چون از یه سری آدما دیگه انتظاراتی داری دیگه. این مزخرفات میگم سعی کن انتظار نشه باشی. دنیا که فیلم کارتون که نیستش. آدم انتظار داره، آدم سری کارا میکنه، از طرفش انتظار داره، میرسه به کسی وقتی کمکش میخواد دستشو بگیره. ولی تو تجربه دارم میگم آقا 100% نه 99، این من همیشه میگم 90%، ولی ببین کجا دارم میگم 100% کسی که یه نفر رو بالو پرداده اون نفر اول از این چیز کرده زده بالا یا اینو گاز گرفته یا هر چی که میخوای بگی. و من اینو به تعداد دیدم و سعی کن اینو بذاری پشت گوشت. اگه این اتفاق بیفته بعد از دیدن این پادکست تقصیر شماست. شما این کارو کردی که دارید اتفاق سرت میفته، چون تو می‌خواستی فقط خوبی کنی. پس تو اومدی وقت تو گذاشتی، عقل تو گذاشتی، واسه یه نفر کار کردی مجانی که به نظر من این کارا میتونه تو رو کمک کنه روی تجربه، روی عقل، روی این دلیلا. حالا تو میخوای بکنی یا نکنی دیگه اون با خودت، ولی من دارم بهت میدم. مثلا من اگه بچه‌ای که من میگفتش که این کارو بکنی اون کارو بکنی، چیزی که خودم تو کانسالتیشنم به مردم میگم، خب من الان 100 برابر جلوتر از این جایی که هستم بودم. 100 برابر، نه 2 برابر، 3 برابر. آینه‌ام هم نبود که سوال بیت کوین بخر، نه، چیزایی که الان دقیقاً میدونم و نرماله و منطقیه و تجربه قدیمی این حرفا.
برای همین وقتی به نفع میرسی تمام وقتتو میذاری و این کاراتو میکنی تو یادت میمونه. اون طرف چون که بچه است و هنوز احمقه نمیفهمه، فکر میکنه میفهمه. چرا؟ تو سن 17 فکر میکنی بزرگ شدی، تو سن 20 25 فکر میکنی بزرگ شدی، ولی تو 30 اصلا آدم نشدی، اصلا خود نمیدونی کی هستی. میچونم واسه همین تو 20 25 که مثلا تو اون سن هستی فکر میکنی خیلی میفهمی ولی هنوز هیچی نمیفهمی. بعد وقتی میای به اون یارو که جلو داره باید این کارا رو میکنه، بهت یاد میاره، راهجا رو بهت داده، بعد تو نمیکنی و یه کار احمقانه میکنی، خیلی آدم هرت میشه. یعنی آدم انقدر ناراحت میشه، انقدر ضربه بهش میخوره که میگه بابا مثلا تو اومدی خونه من این هم وقت برات گذاشتم، این هم با تو حرف زدم، تو از اینا چی برداشت کردی؟ حالا بری از اون بپرسی، اون میگه یارو مردی که میشه چه چرت و پرت به ما میگه، من می‌خواستم پاشم برم اونجا، حالا مثلا میگم ما پیتزا سفارش داده بودم، خواستم یه قاچ پیتزا بخورم، سر این رفتم تو اتاقشون مجبورم یه حرف مزخرفشو گوش بدم. این سایدیه که برای آدمای بزرگ دارم الان میگم. اگه یارو برادرزادت، خواهرزادت، پسر مشممدلی بلند میشه میاد خونت به خاطر اینکه با هم رابطه داری و میخوای مسئولیت قبول کنی، برای طرفت اصلا سنگ تموم نذار. نمیگم باش بد رفتاری کن، نمیگم با بی تربیتی باش، ولی مثلا در لبلی که مهمون داری به اون نباید بگی بیاد، باید بگی که فلانی جون ما امروز مهمون داریم، اگه میشه اتاق در نیا. این آدم بزرگ میشه میگه عموی ما خدا بود. لگه به در بزنی بگی بابا پاشو بیا با ما، بیا یه غریبه تو رو خدا بیا یه غذا به دستش خواب بیارم بهش بدی، بعدن که داره ازت تعریف میکنه میگه بابا دهن سرویس اگه میگم مشکلی پیش بیاد این یاد باشه، اگه همه چی خوب باشه که گل بلبل کاری نداریم، ولی دارم میگم من تا حالا ندیدم مشکل پیش نیاد. میگه بابا مهمونیش میگرفت ما رو میآورد اونجا، میخواست مهمونیش نشون بده، 4 تا جوون توش هم، به من میگفت هی پاشو بیا دوستاتم بردار بیار، بعد نمیدونم هی میخواستم تو اتاق بشینم با دختر حرف بزنم، هی منو مجبور میکرد بیام اونجا. یعنی فقط بد میگه. تو میدونی تو خوبی کردی و تو میفهمی اون از روی اینکه این ناراحت شده داری حرفا رو میزنه، ولی هنوز ناراحت میشی، هنوز دلت میسوزه که پس من چرا این کارو کردم، من اگه اصلا نمیادم به این دعوت نمیکردم این هیچ چی نداشت بگه. خیلی هم طبیعی بود، ما 4 تا دوستمون دعوت کردیم میخوام خودمون باشیم، برای چند یه بچه 18 ساله وسط ما لول بزنه سه آدم 40 ساله، نه تو اتاقت باش، بچه 18 ساله اینو میفهمه، دختر بهش میگه برو بیرون آب بردار، میگه نمیتونم الان مهمونی، گفتن نیام تو مهمونی یا روم نمیشه تو مهمونی، هر چی که هست. یعنی اون منطقی بود، اینی که بیای خوبی بکنی آماده تنبیهش هم باش. و من دارم میگم من اینو با آدم کوچیک، آدم بزرگ، فامیل، آدم نزدیک، آدمی که اونقدر میشناسی، با همه جورش امتحان کردم و چون احمقم و آدم مهربونی هستم سعی میکنم خوبی کنم، سعی میکنم درسای زندگی رو بدم و تا حالا یک بار حتی این داستان به نفع من نبوده، حتی یک بار. دوباره دارم میگم اگه این پادکست رو گوش دادی 1 سال دیگه 10 سال دیگه نشستی یه جای ناراحتی، بدون این لحظه رو یادت بیاد تقصیر توه. نمیخواد به رفیق فابریکت یاد بدی دختر بازی چه ریختیه، نمیخواد به رفیق فابریکت یاد بدی چطوری زندگیشو بسازه، نمیخواد به رفیق فابریکت بهش بگو میخوای یاد بگیری، یه آقای هست به اسم قزنفر کانسالتیشن داره بهت یاد میده، برو با اون بگی یاد بگیر. ولی برم بگیرم من که یاد گرفتم بیا به تو هم یاد بدم، 2 تا حالت داره، یا دوستت هیچی نمیشه میگه دریوز وقت ما رو تلف کرد، یا دوستت میره از اطلاعات تو میلیاردر میشه، تو رو هیچ وقتی از آدم حساب نمیکنه. بعد تو هر روز زندگیت میگی اگه من به تو نگفته بودم اینو این تو هیچ وقت این نمیشدی. چه جوری تو منو رود میشه یه بار دیگه جایی دعوت نکنی؟ چه جوری تو رود میشه به من زنگ نزنی تولد من تبریک بگی؟ بعد یارو بهشم بگیم تو صورتت میخنده میگه تو راستی کمک منو که کاری کردم میکنم هیچ ربطی به کارتون نداره الان. خب یعنی یه جوری جواب میده که اصلا بی‌ناموس بشی. و میگم من الان دارم 40 سال تجربه خودم و هزاران سال تجربه آدمای دیگر رو که شنیدم و دارم توی 20 دقیقه واسه جنابالی توضیح میدم. سعی کن بگیریم 20 دقیقه رو، یکی از مهمترین پوینت‌های زندگیت. اونایی هم که هرت شدن، ضربه خوردن، سر اینکه فقط خوبی کردن رفته تو پاچشون، یه کامنت واسه من بذارین بنویسین، چون من میخوام بخونم یه خورده ببینم چرا. دمتون گرم. چاکس. Sorry.